سلام. 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 حالا شما؟ سبا جان عزیز، خواهش میکنم. شما خوب هستین؟ خیلی ممنون، مرسی، خوشحالم میبینمتون. به همچنین، منم همینطور. وقتتون بخیر باشه و خیلی خوشحالم که امروز قراره یه لایو خیلی عالی و م، پر طرفدار داشته باشیم. مرسی، ممنونم از دعوتتون، باعث خواهش افتخار. میکنم. قربان شما. خیلی ممنون از شما که قبول کردین. مرسی، ممنونم. خب، بریم سراغ لایومون و موضوع جذاب اضطراب، عواملی که باعث اضطراب میشه و نشخوار فکری، و حالا به نوعی راهکارهایی که شما پیشنهاد میدین امروز که ما بتونیم استفاده بکنیم برای جلوگیری از این اضطراب. اولا ممنونم، خیلی تاپیک خوبیه چون خیلی از ما باهاش درگیریم با اضطراب. من اول ترجیح میدم که ما از تعریف اضطراب شروع کنیم بله. و تفاوتش با استرس و نشخوار فکری. ببینین، اضطراب یه هیجان منفیه که ما تجربه میکنیم. معمولا هم در مورد نگرانی از رویدادهای آینده است، یعنی اضطراب آینده نگره، برعکس نشخوار فکری که میتونه راجع به گذشته باشه یا راجع به آینده. پس اضطراب یه حالت عدم پیشبینی آینده یا عدم ثبات و پیشبینی در مورد اتفاقاتی که قراره بیفته و ما در موردش نگرانی داریم. این هیجانات منفی حالا باعث میشه که ما هم علائم فیزیکی تجربه کنیم در مورد اضطراب، هم حالتهای روحی و روانی. علائم فیزیکیشو باهاش آشناییم، مثلا مثل تپش قلب، گرفتگی نفس، گرفتگی قفسه سینه میتونه باشه، لرزش دست و عواملی که خب خیلی باهاش آشنا هستیم علائم فیزیکیش. علائم روحی و روانیش میتونه باشه که ما یه افکار منفی داریم و مدام با خودمون تکرار میکنیم که منجر به نشخوار فکری میشه، یا ترس از امتحان کردن کارهای جدید، ترس از مواجه شدن با بعضی از اتفاقات زندگی و یه حالت اجتناب حتی ممکنه ایجاد کنه. حالا استرس چیه؟ استرس خیلی حالت طبیعی تریه که ما با عوامل بیرونی تجربه میکنیم. مثلا برای امتحانی استرس داریم، خیلی طبیعی تره. اضطراب حالت مزمن‌تر داره، شدیدتر، علائم فیزیکیش ممکنه شدیدتر باشه و ماندگارتر از استرسه. استرس زمانی که اون عوامل بیرونی در واقع از بین میره، استرس از بین میره. ولی اضطراب میتونه دائم باشه، حتی بدون هیچ دلیلی ما اضطراب رو تجربه کنیم. اضطراب خودش اختلال روانی نیست، فقط میتونه یه حس یا حالت هیجانی باشه، ولی زمانی که خیلی تشدید میشه یا موندگار میشه برامون یا زمان طولانی ما میتونیم تجربهش کنیم، ممکنه به اختلال اضطراب منجر بشه. این تفاوت‌های این سه حالتیه که میتونیم تجربه کنیم. درسته که فکر کنم از همه بدتر اون حالت اضطرابه که خیلی موندگارتره و ممکنه باعث عوامل بعدی بشه توی بدن. درسته، بله. حالا نشخوار فکری هم در موردش کمی صحبت کنیم. نشخوار فکری همونطوری که گفتم میتونه مربوط به گذشته بشه، اتفاقات گذشته رو ما مرور کنیم با خودمون. در واقع یه سری افکار تکرار شونده‌ایه که دائم مرور میشه، مثل یه چرخه میمونه. اگر راجع به گذشته باشه میتونه منجر به افسردگی بشه و اگر بیشتر راجع به آینده و رویدادهای آینده باشه میتونه باعث اضطراب بشه. اینا رو میگم به خاطر اینکه یه سری سوال قبل از این لایو از من پرسیده بودن. من اون سوالا رو سعی میکنم که تو قالب همین لایو جواب خیلی بدم. عالی. که پرسیده بودن که آیا نشخوار فکری باعث اضطراب میشه یا اضطراب باعث نشخوار فکری. اضطراب ممکنه باعث نشخوار فکری بشه، ولی نشخوار فکری میتونه باعث اضطراب یا افسردگیمون بشه، بستگی داره توی گذشته گیر کنیم یا توی آینده. درسته. بله. خب حالا بریم سراغ این که چجوری اصلا اضطراب ممکنه به وجود بیاد. عواملی که باعث اضطراب یا نشخوار فکری میشه چیه؟ ببینید، ما هر تجربه‌ای که امروز داریم، هر حالت یا هر احساسی رو که تجربه میکنیم همین امروز، با 3 تا فاکتور مختلف میتونیم بررسیش کنیم. یعنی از لنز زیستی، روانشناختی و اجتماعی که به انگلیسی میشه بایوسایکوسوشال. خب حالا اضطراب هم ما از این 3 تا دسته‌بندی استفاده میکنیم. اول ما برای هر چیزی که بخوایم درمان کنیم یا راهکار براش پیدا کنیم لازمه ریشه‌ش رو ببینیم چیه، ببینیم مثلا از کجا نشأت گرفته که بدونیم چه راه درمانی مناسبه. حالا عواملی که ممکنه از نظر زیستی باعث اضطراب ما بشه
معمولا خیلی ریشه‌ای نیستن، یعنی مهمترین عامل همون روانشناختی است، ولی عوامل زیستی و عوامل اجتماعی میتونن تشدیدش کنن یا تریگرش کنن، ولی به هر حال خوبه که بررسیشون کنیم. عوامل زیستی چی میتونه باشه؟ هر چیزی که به فیزیک بدن ما مربوطه، مثل عوامل ژنتیکی. اضطراب میتونه ریشه ژنتیکی داشته باشه، یعنی ما ژن اضطراب داشته باشیم، ولی اگر تو محیطی قرار نگیریم که این اضطراب تریگر بشه، این ژن تریگر بشه، یا عوامل روانشناختی نباشه که تریگرش کنه، ممکنه اون ژن هیچ وقت فعال نشه. خب پس عوامل ژنتیک هست، عواملی مثل سن، جنسیت، وضعیت هورمونی بدنمون، داروهایی که مصرف میکنیم، مثل حتی خواب، اینکه آیا خواب کافی داریم یا مشکلات خواب داریم، تغذیه، ورزش، همه میتونه تاثیر داشته باشه اینکه ما اضطرابمون زیاد شه یا اضطراب رو بتونیم کنترل کنیم. این عوامل زیستیه که حالا دوستانی که دارن لایو رو میبینن میتونن بررسی کنن که کدوم یکی از این عوامل زیستی لازمه که بررسی بشه و این راهکاری براش پیدا کنن که بتونن اضطرابشون رو مدیریت کنن. موضوع مهم موضوع روانشناختیه. هر حالتی که ما داریم امروز تجربه میکنیم ممکنه که ریشه در ناخودآگاهمون داشته باشه که از کودکی شکل گرفته و بحث اصلی ما در واقع اینجاه. حالا موضوع روانشناختی چی هم؟ باورها و احساساتی هم که ما امروز داریم تجربه میکنیم یا در طول زندگیمون تجربه کردیم. فیلترهای ذهنیمون، باورهای منفی و احساساتی که تجربه کردیم و در واقع جهانبینیمون. جهانبینی ما اتفاقی که میفته از زمانی که ما در واقع به دنیا میایم تا همین امروز در حال تغییر و تحوله. اتفاقات سخت گذشته، فرهنگمون، الگوهای تربیتی، تروماهایی که تجربه کردیم، همه این جهانبینی رو شکل داده. بخش بزرگی از این جهانبینی ما سازنده است، باورهای مثبت داره و باعث میشه که ما توی زندگی بتونیم رشد کنیم، پیشرفت کنیم، تو جامعه زندگی کنیم و تصمیمات خوب و رفتارهای سازنده داشته باشیم. ولی بخش کوچیک ولی عمیقی از این جهانبینی باورهای منفی ماه. اون باورهای منفی حالا ممکنه به شکل‌های مختلف خودشو نشون بده، افسردگی، اضطراب یا اختلالای دیگه. باورهای منفی که باعث اضطراب میشه میتونه باورایی باشه مثل این که من کافی نیستم، خوب نیستم، به اندازه کافی ارزشمند نیستم، مهم نیستم، در نتیجه باید کاری انجام بدم که بتونم خوب و کافی باشم و همین کاری انجام دادنه باعث اضطراب میشه. یا اینکه یه باور منفی باشه که دنیا جای امنی نیست و من همیشه در معرض خطریم، یه نگرانی دارم حتی بدون اینکه ریشه‌شو بدونم. این باور هم میتونه دوباره باعث اضطراب بشه. اینا مثل فیلتری بعد میاد عمل میکنه توی ذهن ما که همه اتفاقات زندگی، هر داده‌ای که وارد مغز ما میشه از اتفاقات، از این فیلتر رد میشه. فیلترهایی مثل فیلتر بدبینی. فیلتر بدبینی چجوری کار میکنه که مواظب باشه همیشه خطری تهدیدش نکنه و اون آدمو سیف نگه داره. درست. یا فیلتر فاجعه سازی، اینکه همیشه قراره یه اتفاق بدی بیفته، نتیجه ها همیشه منفیه یا باعث خطر میشه. این فیلترها باعث میشه که ما دچار اضطراب بشیم. یکی دیگه از عوامل ناخودآگاه که خیلی مهمه و در واقع باعث اضطراب ما میشه در بزرگسالی بدون اینکه بدونیم چرا، سبک دلبستگیمونه. من توضیح کوتاهی راجع به سبک دلبستگی میدم و اینکه ببینیم چه ربطی داره به اینکه ما در بزرگسالی اضطراب رو تجربه کنیم. اضطراب کلا ریشش توی ناخودآگاه ما در مورد عدم پیشبینی آینده و در مورد اینه که ما کنترل شرایط و اوضاع از دستمون خارج بشه. توی ناخودآگاهیم به صورت یه ترسی در میاد. ما از زمانی که به دنیا میایم تا موقعی که زنده ایم همیشه هدف مغزمون اینه که ما رو زنده نگه داره و برای بقای ما تلاش کنه. ما زمانی که به دنیا میایم تا 2 سالگی تقریبا خودمون این قابلیت رو نداریم و برای زنده موندن احتیاج داریم که از ما مراقبت بشه توسط پدر مادر یا مراقبین اصلی. حالا بر اساس اینی که ما چه احساسی داشتیم توی اون رابطه اولیه با پدر و مادر یا مراقبین اصلی، سبک دلبستگی ما شکل میگیره که ایمن یا ناایمنه. اونایی که ایمنن کسایی هم که توی کودکی حالا زیر 2 سال و بعد با تجربیات دیگه‌ای که از رابطه با پدر و مادر یا آدمای مهم زندگیشون داشتن یا اتفاقاتی که افتاده مثلا تو مدرسه یا هر جای دیگه‌ای، حس امنیت رو تجربه کردن. به عنوان مثال قبل از 2 سالگی همیشه نیازهای بچه به موقع پاسخ داده می‌شده.
به موقع بهش شیر میدادن، غذا میدادن، لباسش رو عوض میکردن، به موقع باش بازی میکردن، بغلش میکردن. یه بچه یه احساس امنیتی گرفته و همون امنیت توی ناخودآگاهش اینطوری برنامه ریزی میشه که رابطه مساویه با امنیت یا دنیای بیرون مساویه با امنیت. در درست. نتیجه یه حس امنیت درونی براش ایجاد میشه. در بزرگسالی هم چه توی رابطه باشه چه هر چالشی که توی زندگی داره اون امنیت درونیه رو داره. یعنی میدونه که بالاخره میتونه چالش‌ها رو مدیریت کنه یا دنیا جای ناامنی نیست براش، میتونه زنده بمونه. درست. اینا میشن دلبستگی‌های ایمن. خب ممکنه اضطراب رو باز تجربه کنن در اثر اون فاکتورهای دیگه زیستی یا اجتماعی، ولی بهتر میتونن مدیریتش کنن. دسته دوم که ناایمنان خودشون به 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول ناایمنای اضطرابی هن. ناایمنای اضطرابی همیشه دچار بی‌ثباتی بودن تو کودکی. چه اتفاقی افتاده؟ همیشه پدر مادر براشون در دسترس نبودن، همیشه به موقع نیازهای اصلیشون پاسخ داده نشده. یه موقع‌های نیازشون پاسخ داده می‌شده، به موقع بهشون توجه می‌شده، عشق و محبت دریافت می‌کردن. یه موقع‌هایی به هر دلیلی پدر و مادر حضور نداشتن. اون بچه دچار یه اضطراب، در واقع دچار یه بی‌ثباتی میشه. براش همین سوال پیش میاد که آیا در دنیا جای امنی. اگه من نیازی داشته باشم پاسخ داده میشه؟ نه، در واقع بله، ناامنی. بله. و براش اضطراب شکل میگیره، درونی میشه در واقع همون موقع توی ناخودآگاهش و ممکنه در بزرگسالی پاسخش به چالش‌های زندگی همیشه همراه با اضطراب باشه، چون براش خیلی حس آشنایی میشه. این یه ریشه خیلی عمیق میتونه تو ناخودآگاه اون فرد بگیره که دنیا جای ناامنیه و دچار اضطراب بشه. دسته دوم دلبستگی‌های ناایمن اجتنابیان. اجتناب هم در واقع از یک اضطرابی میاد. حالا چجوری اصلا شکل میگیره؟ معمولا کسایی که دچار اجتنابن کلا اون توجهه یا اون نیاز اصلیشون پاسخ داده نمیشده یا بیشتر موقعها پاسخ داده نمیشده. بچه یه جورایی نادیده گرفته میشده یا مهم نبوده، حس کرده ارزشمند نیست، مهم نیست و رابطه جای امنی نیست یا دنیای بیرون اصلا جای امنی نیست. این بچه هم دچار اضطرابی میشده ولی اونجا برای خودش نتیجه گیری کرده یا یه تصمیمی گرفته که بیش از حد مستقل باشه. یعنی اگر که به دیگران وابسته بشم به من آسیب میزنن یا منو دوست ندارن، پس از اول وارد هیچ رابطه ای نشم یا دلبسته نشم و از همه چیز اجتناب کنم. این ممکنه فقط توی روابط نباشه، یعنی توی هر چیزی دچار این اجتناب بشه اون آدم. در نتیجه در بزرگسالی هم همین اضطراب یا اجتناب رو در واقع داره که خود اجتنابه یه جورایی باعث اضطراب میشه. مثلا اجتناب از اینکه وارد یه جمعی بشه، اجتناب از اینکه کار رو انجام بده، اجتناب از اینکه کارهای ناتمامش رو تموم کنه و وقتی اینا با هم جمع میشه باز باعث اضطراب اون شخص میشه. حالا سبک‌های دلبستگی یه مدل دیگه‌ای هم داره که ترکیب این دوتا سبک دلبستگیه که یه جاهای شخص وارد اضطراب میشه، یه جاهای وارد اجتناب. ولی خیلی ریشه‌ایه در ناخودآگاه و میتونیم بگیم اضطرابی که ما تجربه میکنیم در طول بزرگسالی و حتی کارهای روزمره، روابط، کار و هر چیز دیگه‌ای میتونه ریشش از این حس ناامنی بیاد که در اثر سبک دلبستگیمون ایجاد شده. درست. حالا عوامل دیگه‌ای هم ممکنه باشه که عوامل اجتنابیه. عوامل اجتنابی میتونه مثل من یه چیز دیگه هم اضافه کنم در مورد عوامل روانشناختی که میتونه تروما باشه. خیلی مهمه. یکی از سوالایی هم که پرسیده بودن از من این بود که آیا تروما باعث اضطراب میشه که جوابش اینه که حتما احتمالش خیلی زیاده که تروما باعث اضطراب بشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری مسائل حل نشده برای ما اتفاق میفته. معمولا زمانی که تروما اتفاق میفته بخش منطق ما خاموش میشه و بخش احساسات یا تصمیمات آنی ما خیلی شدید کار میکنه. اون بخش احساسات میتونه شامل نگرانی، ترس، وحشت و اینجور احساسات بشه که شامل اضطراب بشه، ولی همراه با اینکه منطقی اونجا وجود نداره. منطق ما زمان وقوع تروما خاموشه و وقتی تروما حل نمیشه برامون بارها ممکنه تو موقعیت‌های مشابه ما همون احساس رو تجربه کنیم. احساس اینی که مثلا مثل احساس ناتوانی، احساس عدم پیشبینی آینده و اینکه یه جور حسی که ما نمیتونیم راه حل پیدا کنیم، دچار ترس و وحشت و نگرانی شدیم ولی همچنان قابلیت‌های خودمون رو نمیبینیم.
پس تروما میتونه باعث اضطراب بشه. حالا عوامل اجتماعی هم بخوایم بررسی کنیم، میتونه الگوهای تربیتی باشه، اتفاقاتی که در خانواده افتاده، مسائلی که حل نشده. الگوهای تربیتی مثل زمانی که پدر و مادر یا خیلی سختگیر بودن یا خیلی انتقاد میکردن، یا سختگیریایی که تو مدرسه بوده که باعث کمالگرایی شده و در واقع برای اون شخص مثل یک حالت والد سرزنشگر بعد از مدتی در خودش شکل گرفته. یعنی ممکنه دیگران اونقدر سرزنشش نکنن از عوامل اجتماعی، ولی همون عوامل اجتماعی که در کودکی بوده باعث میشه یه والد سرزنشگری در خود ما شکل بگیره که حالا شروع کنه به سرزنش و آنالیز کردن حتی کوچکترین رفتارا و این باعث نشخوار فکری بشه. عوامل اجتماعی دیگه مثلا میتونه عوامل اقتصادی باشه، عوامل مثلا مثل مهاجرت، مثل محیط کار جدید، استرسایی که تو کار هست، همه اینا میتونه باعث اضطراب بشه. ولی همونطوری که گفتم اون روانشناختیه خیلی مهمتره. ما ببینیم اول اصلا از کجا این اضطراب تو ناخودآگاه ما شکل گرفته و اونو درمان بکنیم. پس با توجه به صحبتایی که من شنیدم ازتون، بیشتر این مسائل و مشکلات و انواع اضطرابایی که داره برامون پیش میاد ریشه در کودکی ما داره. درسته. که در حقیقت هر کسی هم که این اضطراب رو حالا به نوعی داشته باشه یا نشخوار فکری، باید یه جوری اول ریشه یابی کنه، ببینه که اصلا این چه اتفاقاتی در گذشته و در کودکی افتاده و آروم آروم باید اونا برطرف بشن. بعد این امکانش راحته که اتفاقاتی که حالا در کودکی به نوعی آسیب زده به اون بچه به شکل ناخواسته، الان در مثلا سن 30 سالگی 40 سالگی اینا بتونه درمان بشه و به نوعی هیلینگ اتفاق بیفته. بله، ببینید تو تراپی دقیقا همین اتفاق میفته. حالا اپروچ های مختلفی هست ولی راجع به این درمان اضطراب من 2 تا اپروچ رو توضیح میدم. ببینید روش CBT یا شناختی رفتاری کاری که انجام میده در واقع مثل مسکن میمونه، یعنی مراجع بعد از 8 تا 10 جلسه میتونه علائم اضطراب یا افسردگی رو خاموش کنه. خب ولی ریشه درده درمان نمیشه. چرا؟ با CBT بدون اینکه ما بریم اونقدر اتفاقات کودکی رو آنالیز کنیم و ببینیم تو ناخودآگاه ببخشید چه اتفاقی افتاده، میتونیم اضطراب رو مدیریت کنیم. ولی برای همیشه درمان نمیشه. ممکنه بعد از مثلا 1 سال سر یه اتفاق دیگه دوباره اون شخص همون حالتها رو تجربه کنه. در نتیجه با CBT ما میتونیم مدیریت کنیم ولی کامل درمان اتفاق نمیفته. اپروچ دیگه ای که وجود داره اپروچ سایکودینامیکه. ببخشید. اپروچ سایکودینامیک کاری که انجام میده دقیقاً میره ناخودآگاه و آنالیز میکنه و ما ریشه اون درد رو در میاریم. مثل این میمونه که یه شخصی سردرد داره مداوم، قرص استفاده میکنه و حالش خوب میشه، ولی به محض اینکه قرص رو قطع میکنه دوباره سردرد برمیگرده. توی سایکودینامیک ما میریم جراحی میکنیم، ریشه اون درد رو در میاریم و بعد ولی درمان نسبتاً طولانی مدته، 6 ماه تا 1 سال زمان میخواد ما بتونیم واقعا وارد اون ریشه ها بشیم و اون ترسا رو از سطح ناخودآگاه بیاریم به سطح خودآگاه و بله اون هیلینگ اتفاق میفته اینجا. چقدر عالی. منظورتون از این روش‌های مختلف فکر کنم همون طرحواره ها باشه، درسته؟ که ببینیم چه طرحواره هایی حالا توی کودکی داشته تاثیر میذاشته و اون آدم رو درگیر کرده. بله خیلی شبیه طرحواره هاست. بله در واقع ریشه هایی که در اثر چه اتفاقاتی به وجود اومده. ممکنه اتفاق خیلی ساده باشه ولی برای یه بچه 4 ساله اونجای تصمیم برای خودش گرفته. مثلا من دوست داشتنی نیستم، من مهم نیستم، اینا شبیه طرحواره هاست. ولی اتفاقی که میفته همین جمله های من دوست داشتنی نیستم، من ارزشمند نیستم باعث کاهش اعتماد به نفس شده، باعث شده عزت نفس اون آدم کم شه، بعد در موقعیت‌های مختلف دچار اضطراب و افسردگی و اینجور مسائل بشه. به نظر شما همون تایم طلایی که خیلی تاثیر میذاره توی اینکه برای بچه اون زمان ساخته بشه 0 تا 2 سالگیه، نه؟ 0 تا 2 سالگی برای اون اضطراب جدایی یا برای سبک دلبستگی خیلی مهمه. بله ناخودآگاه تقریبا تا قبل از 7 سالگی ما کامل شده و برنامه ریزی شده، ولی اون سن طلایی سبک دلبستگی بله زیر 2 ساله. با اتفاقات دیگه زندگی هم ممکنه که عوض شه. ممکنه یه نفر تا 14 سالگی تا 20 سالگی مثلا سبک دلبستگیش ایمن بوده، 20 سالگی یه نفر از دست داده یا یه ترومایی تو خانواده اتفاق افتاده که براش حل نشده بوده و سبک دلبستگی به سمت ناایمن رفته.
ممکنه بعد تغییر کنه، ولی وقتی که ما اون امنیت رو توی ناخودآگاهمون داریم، هیلینگ برامون خیلی راحت تر اتفاق میفته. وقتی بیس سالمه، یعنی درست. امنه، خیلی راحت تر میتونیم برگردیم به اون دلبستگی ایمن. درسته، دقیقا. من دقت کردم کسایی که کودکی ناایمن‌تری دارن بعداً نسبت به هر چیز کوچیکی خیلی زیاد واکنش میدن. یعنی مثلا خیلی سریع دنیا و آدما رو ناایمن میدونن، خیلی سریع همه چیز رو بدبینانه نگاه میکنن و اینا خیلی بیشتره توی این آدما. ولی کسایی که کودکی سالمتری داشتن، درسته شاید تو 20 سالگی 30 سالگی یه اتفاقی بیفته و یه برهه مثلا 1 ساله اون احساس بهشون دست بده، ولی خیلی سریع هم قابل درمان تره. چون مثلا در واقع ظرف 1-2 ماه امنیت میتونه درمان بشه. در واقع امنیت توی ناخودآگاه براشون آشناتره و خیلی سریعتر میتونن برگردن به حالتی که قبلا داشتن. در مورد سبک دلبستگی این موضوع هست که حتی اگه اون آدم یک رابطه ایمن توی بچگی تجربه کرده باشه، چه با پدر مادر باشه، با پدر بزرگ، مادر بزرگ یا حتی یه معلم، آشناس براش امنیت و ما میتونیم از همون کمک کنیم که دوباره سبک دلبستگیش به سمت ایمن بودن بره و کمتر احساس اضطراب کنه. درسته. خب خب بریم سراغ بله. راهکارا. خب حالا چه راهکارهایی رو میتونیم پیشنهاد بدیم برای کاهش اضطراب و نشخوار فکری؟ این راهکارهایی که من میگم یه سریش مربوط به اینه که ما اضطراب رو در لحظه چجوری مدیریت کنیم. چون بعضی مواقع هست که ما همون لحظه نیاز داریم که آرومتر بشیم، بتونیم بهتر تصمیم بگیریم. اول خوبه که برگردیم به اون 3 تا فاکتورایی که بررسی کردیم، به عنوان مثال عوامل زیستی یا فیزیکی بدنمون. نگاه کنیم ببینیم آیا خواب کافی داریم، آیا مشکلات خواب داریم، اگر که این مشکلات هست چجوری میتونیم از پزشک کمک بگیریم، چه داروهایی لازمه مصرف کنیم که حالا اونو خوشحال میشم اگه بعدا شما صلاح دونستین توضیح بدین. تغذیه سالم، ورزش، تنفس عمیق، اینا خیلی میتونه کمک کنه برای اون عوامل زیستیمون. و اینکه نگاه کنیم به سبک زندگیمون، به لایف استایلمون، ببینیم چه تغییراتی لازمه ایجاد کنیم. مثلا برنامه ریزی خیلی میتونه کمک کنه که اضطرابمون کمتر بشه. چون خیلی موقع ها هست که فکر میکنیم که یه عالمه کار داریم باید انجام بدیم، کارهای ناتماممون زیاده، ولی با یه برنامه ریزی خوب روزانه، با نوشتن مخصوصا اون برنامه ریزی روزانهمون، خیلی میتونیم اضطرابمون رو مدیریت کنیم. اینکه کارهای ناتماممون رو یه کمی ارگانایز کنیم، تکمیل کنیم، میتونه بهمون کمک کنه. برای نشخوار فکری و اینکه چجوری اضطراب ناشی از نشخوار فکریمون رو بتونیم کاهش بدیم، خوبه که هر موقعی که توی این چرخه نشخوار فکریه یا اضطراب گیر میکنیم از خودمون 3 تا سوال بپرسیم. یه سوال اینه که آیا این فکری که الان دارم، اون ترسی که الان از آینده دارم، فکر منطقیه؟ سوال دوم اینه که آیا شواهدی برای اثبات این فکر دارم؟ مثلا اگه فکر میکنم که من حتما میرم الان توی این امتحان شکست میخورم، آیا شواهدی دارم که قبلا همیشه من اینجا شکست خوردم؟ یا شواهدی بر ضد اون دارم که میتونه بهم ثابت کنه که این فکر ممکنه منطقی نباشه؟ و سوال سوم اینه که بدترین سناریویی که ممکنه اتفاق بیفته چیه؟ و آیا اگه بدترین سناریو اتفاق بیفته، آیا اونقدری که فکر میکنم وحشتناک هست؟ میتونیم این 3 تا سوال بنویسیم و هر زمانی که اون اضطراب میاد سراغمون یکم برامون شفافتر میشه که در واقع چه اتفاقی داره میفته، چقدر از این افکار واقعی هن و چقدرشون برمیگرده به همون ترسای ناخودآگاه. درسته. یه تمرینی که بهمون کمک میکنه که ما به لحظه حال برگردیم، به خاطر اینکه هم اضطراب هم نشخوار فکری در واقع هیچ کدومشون ما تو زمان حال حضور نداشتیم دیگه، یا تو آینده بودیم یا تو گذشته. پس این تمرین بهمون کمک میکنه که تو لحظه حال باشیم. تمرین 5 4 3 2 1. اینکه به محیط اطرافمون نگاه کنیم، 5 تا چیزی که میبینیم، 4 تا چیزی که میشنویم، 3 تا چیزی که لمس میکنیم و 2 تا چیزی که میتونیم بو کنیم و 1 چیزی که میتونیم مزه بکنیم و نام ببریم. این تمرین رو اگه با هم دیگه انجام بدیم، یعنی 5 4 3 2 1 اتفاق بیفته، میتونیم از اون حالتی که تو گذشته هستیم یا تو آینده هستیم به زمان حال بیاد. میتونه خیلی موثر باشه. تمرین دیگه اینه که بتونیم افکاری که باعث نشخوار فکری میشن رو بنویسیم. چون این افکار معمولا افکاری هستن که هی دارن تکرار میشن، شاید خیلی موقع ها حتی منطق و معنایی هم پشتشون نباشه،
ولی وقتی روی کاغذ میان به همون کمک میکنه ببینیم که چقدر میتونن غیر منطقی باشن. حتی ممکنه اون موقع نتونیم بنویسیم، فقط هم که کاغذی جلومون باشه، حتی خط خطی کنیم، نقاشی کنیم، کلمه بنویسیم یا جمله های بی ربط، باعث میشه که یه ذره اون احساسات و فکرایی که داریم که خیلی زیاد احتمالاً اون موقع تو ذهنمون خالی بشه و روی کاغذ بیاد. یه روش دیگه اینه که حواسمون رو پرت کنیم، چون خیلی موقع ها نشخوار فکری در واقع ما دنبال راه حل نیستیم. نشخوار فکری ما داریم ازش تغذیه میکنیم. پس اینکه یعنی احساساتمون داره تغذیه میشه ازش. ما وارد یه چرخه‌ای شدیم، مثلا از یه موضوع عصبانیم یا از یه موضوع خشمگینیم، ناراحتیم، دلخوریم، و به جای اینکه راه حل پیدا کنیم، مثلا هدفمون راه حل پیدا کردن باشه، فقط با این احساسه داریم دیل میکنیم. پس اون همون نوشتنه میتونه کمکمون کنه، همین که حواسمون رو پرت کنیم، چون میدونیم که ما اون لحظه دنبال راه حل نیستیم یا حداقل راه حلی الان نمیتونیم پیدا کنیم. حواسمون رو پرت کنیم، یه کتاب بخونیم، یه موسیقی گوش بدیم، خیلی میتونه کمک کنه. یه روش دیگه که خیلی جالبه اینه که الگوهای اجتنابیمون رو بتونیم بشکنیم. توی سبک دلبستگی توضیح دادم که یکیش از اون عوامل اضطراب خود اجتناب بود، اینکه ما وارد خیلی از موقعیت‌ها نمیشیم. با اینکه ما الگوهای اجتنابی رو بشکنیم، در واقع داریم به مغزمون یاد میدیم، ترین میکنیم مغزمون رو که وارد این موقعیت ها بشیم، قدم برداریم، ریسک کنیم، که میشه اکسپوژر تراپی. در واقع از چیزی که میترسیم واردش بشیم. مثلا از یک جمعی میترسیم، دچار اضطراب میشیم، سعی کنیم که اون جمع رو بیشتر شرکت کنیم. حتی که تو محیط کارمون مثلا یه پرزنتیشن بدیم میترسیم، پیش قدم شیم، همین کار رو حتی مدت 5 دقیقه انجام بدیم. یا یه ورزشی ازش میترسیم، یعنی از اجتناب دوری کنیم و به مغزمون یاد بدیم که توی این موقعیتایی که الان دیگه داریم امتحان میکنیم خطری ما رو تهدید نمیکنه. برنامه ریزی هم توضیح دادم. یه روشه که خیلی به نظر من کاربردیه اینه که افکارمون رو بتونیم تجسم کنیم و از سیستم بدنی و ذهنمون خارج کنیم، چون ما خیلی موقع ها افکارمون رو درونی سازی میکنیم. مثلا حس ناکافی بودن رو اونقدر درونی سازی میکنیم که فکر میکنیم بخشی از هویتمونه، و اگر بخوایم خودمون رو تعریف کنیم میگیم من ناکافیم یا در این زمینه ها به اندازه کافی خوب نیستم. یه تمرینی که هست اینه که ما افکارمون و ذهنمون رو مثل یه رودخونه تجسم کنیم که این افکار میتونه روی هر یه برگایی نوشته شه که روی این رودخونه شناورن. یعنی افکار از ذهن و بدن ما خارج میشه، به صورت کلمه روی برگا در میاد و میتونه شناور باشه در ذهن ما، ولی جزئی از ما نیست. هم که ما توی مدیتیشن انجام بدیم، تجسم کنیم که افکارمون رو به صورت یک گوی در میاریم یا به صورت یک کلمه های در میاریم که روی یه سری برگ توی رودخونه شناورن، و این یادآوری رو به خودمون میکنیم که اینا فقط فکرن و جزئی از ما نیستن، جزئی از هویتمون نیستن، فکر و احساسن که میتونن جاری باشن. و این که تمرین دیگه که خیلی میتونه برای اضطراب و نشخوار فکری مفید باشه، مدیتیشن و آرامسازی ذهنه. من نوشته بودم که ازتون بپرسم. خیلی مفیده. حالا مدیتیشن هم ممکنه برای کسایی که دچار نشخوار فکری یا اضطرابن خیلی سخت باشه، به خاطر اینکه نمیتونن فکرشون رو خاموش کنن اون زمان، و اصلا ما هدفمون اون نیستش که فکرمون رو خاموش کنیم، به خاطر اینکه خیلی کار سختی. کسایی که سالها مدتها مدیتیشن انجام میدن میتونن اون سکوت رو تجربه کنن. کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که اجازه بدیم فکرامون اتفاقا در جریان باشن، مقاومت نکنیم که فکر نکنیم، ولی مهم اینه که توی مدیتیشن سعی کنیم تو اون فکر گیر نکنیم، دیگه آنالیزش نکنیم، تکرارش نکنیم، فقط ببینیمشون و اجازه بدیم که بگذره، عبور کنن. مدیتیشن هایی میتونه خیلی مفید باشه که یه صدایی داره لید میکنه، یعنی میگه دقیقاً به چی فکر کنین. مثلا تجسم کنین که الان شما توی باغی نشستین یا کنار یه رودخونه نشستین، با یه صدایی باشه که اون فکر شما رو اجازه بده که در جریان باشه و گیر نکنه توی یه فکر. که حالا ویدیوهای مختلف هست تو یوتیوب یا کانالهای دیگه که میتونن استفاده کنن.
پس خیلی موثر میتونه باشه مدیتیشن، خیلی. چون دقیقا همین مسئله‌ای که میگین برای خیلی ها اینطوری پیش میاد که میدونن که باید مدیتیشن انجام بدن، ولی وقتی شروع میکنن به حالا اون آهنگایی که مخصوص مدیتیشن رو گوش میدن یا اون مسیر رو میرن، هیچ تمرکزی نمیتونن داشته باشن که بتونن اون افکار رو کنترل کنن و یه جایی اصلا مثلا وسط مدیتیشن شاید اصلا ذهنشون بپره و بره به همون سمتی که داره نشخوار فکری اتفاق میفته. دقیقا همینطوره. این خیلی بستگی حالا به سلیقه اون فردی داره که داره مدیتیشن انجام میده، ولی برای اضطراب و نشخوار فکری خیلی خوبه که مدیتیشن هایی باشه که هدف داره، یعنی یه نفر داره توضیح میده که چی کار کنین، به چی فکر کنین، چجوری نفس بکشین، تنفسا چجوری باشه. چون اگه فقط موسیقی باشه باز امکان داره اون آدم درگیر نشخوار فکری بشه. درسته، این خیلی موثره، چون انگار یه نفر داره یه برنامه از بیرون به مغز آدم میده و اون تایم رو حداقل یه مقدار اون افکار رو رها میتونه بکنه و به اون چیزایی گوش بکنه که حداقل اون لیدر داره میگه که انجام بشه. دقیقا. خیلی هم عالی. خب یه سوال کوچیکی که من حالا پرسیده بودن که ازتون بپرسم اینه که تاثیر اضطراب روی اهمال کاری هستش. مثلا حالا یکی از راهکارهایی که الان شما گفتین که خیلی خوبه که ما برنامه ریزی بکنیم، چون اون برنامه ریزی باعث میشه که ما در حقیقت یه مقدار مغزمون ارگانایز بشه و خب سطح اضطراب رو میاره پایین. خیلی وقتا وقتی ما برنامه ریزی میکنیم حتی ددلاین میذاریم، حتی معلوم میکنیم که مثلا من فردا میخوام این 5 تا کار رو انجام بدم، ولی از اون 5 تا شاید فقط 2 تاش انجام بشه و خیلی اوقات آدما دچار اهمال کاری میشن. همین اهمال کاری هم استرابشون رو بیشتر میکنه، هم انگیزشون رو کمتر میکنه. پیشنهادتون چیه برای اینا؟ ببینید اینو متوجهم که اگر که مثلا اون شخص برای خودش 5 تا کار گذاشته توی برنامه که انجام بده ولی فقط 2 تاش انجام میشه، اینجا ممکنه وارد چرخه کمالگرایی بشه، یا اون والد سرزنشگره بیاد بگه که چرا انجام ندادی، به اندازه کافی خوب نیستی، 5 تا کار بعد انجام میدادی، دوباره بره اون شخص توی اضطراب یا باور اینکه پس کافی و خوب نیستم. دقیقاً. اینجا من فکر میکنم خوبه که یه کمی با خودمون مهربونتر باشیم، یعنی یادآوری کنیم به خودمون که ما داریم این مسیر رو طی میکنیم که اضطرابمون کم شه. یه جاهایی ممکنه نتونیم کامل باشیم، ولی همین که توی مسیر هستیم خودش خیلی خوبه. همین که 2 تا از اون کار رو تونستم امروز انجام بدم خودش خیلی عالیه. کافیه. از خودمون قدردانی کنیم برای همون 2 تا کاری که انجام دادیم. باید مواظب اون صدای سرزنشگره باشیم که داره میگه باید کامل باشی وگرنه خوب نیستی، و همونه که باعث اضطراب میشه در واقع. درسته. طبق کل این درمانا و راهکارهایی که گفتین، من احساس میکنم یه جورایی اولین قدم برای اینکه حالا این اضطراب درمان بشه اینه که ما یه کنترلی، حداقل یه کنترل کوچیکی روی خودمون داشته باشیم تا بتونیم این افکار رو کنترل کنیم. اگه این افکار کنترل بشه، من احساس میکنم خیلی از سطح این اضطراب و نشخوار فکری، استرس، همه اینا بتونه کم بشه. بله. چون خیلی وقتا از شدتی که دیگه ما نمیتونیم هیچ کدوم رو کنترل کنیم و فقط ایمپالس های منفی بهمون میرسه از همه طرف، یه دفعه توی یه چرخه میفتیم که میبینیم همش اضطراب، استرسه و هیچ کاری هم نمیشه انجام داد. دقیقا درسته، همون آگاهیه قدم اولیه برای هر تغییری. اینکه مهم. دقیقا بدونیم چی داریم تجربه میکنیم، چه احساساتی رو داریم تجربه میکنیم، این خیلی مهمه. و درسته. اگر مثلا اضطراب، افسردگی، هر احساس دیگه ای هست، به خودمون یادآوری کنیم که ممکنه واقعا طبیعی باشه، جزئی از ما نیست، اونقدر درونی سازیش نکنیم. اون آگاهیه میتونه اولین قدم واقعا برای هر تغییری باشه. درسته. و یه چیز دیگه ای که حسابشون هست برای خیلی از افراد، مثلا من میبینم که میدونن وارد یه سیکلی شدن که اضطراب دارن، یا حالا وارد یه برهه‌ای از زندگی شدن که نمیتونن حتی جلوی این نشخوار فکری رو بگیرن و حتی نیاز به درمان دارن، ولی انگار اون تایم و اون برهه زمانی اینقدر از نظر انگیزه‌ای میان پایین و اینقدر از خودشون دور میشن که نمیدونن درمان رو باید از کجا شروع بکنن. پیشنهادتون چیه برای این افراد؟
ببینید موقعی که انگیزه برای تغییر میاد پایین ممکنه عوامل افسردگی هم باشه، مهم. چون زمانی که یه شخصی اضطراب داره احتمال اینی که دنبال راهکار بگرده خیلی بیشتر از زمانی که دچار افسردگی هن. مهم. ولی به هر حال اینو درک میکنم که ممکنه یه زمانایی از زندگی اینقدر مثلا اون فشارهای اجتماعی زیادتر باشه، فشارهای اقتصادی یا مشکلات دیگه که اون شخص داره اضطراب هم همراه باش تجربه کنه و اصلا فرصت اینی که یا اجازه اینو به خودش نده که اول برم ببینم ریشه این درد از کجاه. اول درست. اون امنیت درونیه رو برای خودم ایجاد بله. کنم، بعد عوامل بیرونی اونا ممکنه خودش خود به خود خیلی بهتر بشه، آها. بتونه اون اجتماعی یا حالا عوامل زیستی رو حتی درست کنه. ولی اینی که چه قدمی بردارن واقعا بهترین کار اینه که خب با یه متخصص، با یه مشاور یا با روانشناس یا با تراپی صحبت کنن، ببینن که چه پیشنهاداتی بهشون میدن و درمانشون رو شروع کنن. آها. مرسی از توضیحات خیلی عالی و کاملی که دادین. حالا یه سوالی بین صحبتاتون از من راجع به داروهای خواب پرسیدین که حالا یه مقداری راجع به این سیکل خواب توضیح بدین. دقیقا همونطور که فرمودین خوابم یکی از عواملی هستش که هم زمانش و هم از نظر حالا سنای مختلف که به میزان مشخصی از خواب نیاز دارن افراد، اگر این کامل نشه در طول شبانه روز خب خیلی هم میتونه باعث مشکلات فکری بشه، هم اضطراب رو زیاد بکنه و هم خیلی از مشکلات بعدی که ظاهر میشه در ادامه اون. داروهایی که حالا بیشتر برای خواب هست به نوعی من بخوام اونا رو توضیح بدم، یک سری از داروهایی هستن که اینا خیلی حالت اعتیاد آورن و زمانی که شما شروع میکنین برای خواب فقط تا زمانی که اون داروها رو استفاده میکنین واقعا جواب میده و زمانی که اون دارو قطع بشه کاملا این سیکل برمیگرده به حالت طبیعی خودش. من به عنوان یه داروساز در وهله اول اصلا اونا رو پیشنهاد نمیدم مگر در شرایطی که مثلا اون آدم یه عمل جراحی کرده، درد شدید داره، به هیچ وجه خوابش نمیبره، یه بیماری کوتاه مدتی گرفته که الان مثلا برای 1 هفته 2 هفته نیاز داره داروی خواب آور استفاده بکنه تا به نوعی خوابش ببره. اونا بحثشون فرق میکنه، ولی آدمای معمولی که توی روتین زندگیشون دچار اختلال خواب میشن، در درجه اول من توصیهم نیست که داروهایی رو استفاده بکنن که اعتیادآور برای خواب باشه، چون اینا مغزشون رو جوری برنامه ریزی براش میکنه که دیگه به حالت طبیعی خیلی سخت میخوابن و مجبورن فقط دوز داروها رو بالا ببرن و مقدارش رو بیشتر بکنن که خب همونجور که میدونین خیلی از این داروها عوارض زیادی دارن که به مرور زمان میتونه خود این دارو باعث افسردگی بشه، خود این دارو باعث میشه که مودشون تغییر میکنه میاد پایین و خب اینا اصلا علائمی نیستش که خوب باشه. پیشنهاد من برای کسایی که مشکل خواب و اختلال خواب دارن، تقریبا یکی از کم عارضه ترین داروهایی که الان حالا هم اپروو FDA شده و هم خیلی تجویز میشه و مشکلی نداره، قرص ملاتونین هست. یعنی اگر کسی قرار به استفاده از قرصی باشه، ملاتونین هم بنا به دارو بودنش به هر حال یه سری عوارضی داره، ولی میگم عوارضش نسبت به اون داروها خیلی کمتره و مثلا برای کسایی که فشار خون بالا دارن یا کسایی که پیش زمینه افسردگی دارن داروی مناسبی نیست. این درست. افراد حتما باید با دوز خیلی کم شروع بکنن و وقتی هم که قرار دوز زیاد بشه یا به حالت طبیعی برگرده حتما با تجویز پزشک باشه. بله. و ملاتونین یه خوبی که داره که من میگم سیفتر نسبت به بقیه داروها اینه که باعث میشه که غده پینئال توی بدن فعال بشه که خود ملاتونین در بدن تولید بشه، یعنی خود هورمون خواب. و مصرف ملاتونین هم خودش در حقیقت روش داره. این نیست که شما فقط استفاده بکنین و بگین که خب من دیگه داروی خواب خوردم. نه، اگر قراره شما 12 شب بخوابین یا 11 شب بخوابین، 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم قبل از خوابتون ملاتونین رو باید بخورین و چراغا خاموش بشه. نباید توی گوشی دیگه بعد از اون برین و به خاطر اینکه این هورمون در صورتی ترشح میشه در بدن ما به بهترین شکل که در تاریکی مطلق باشه.
اون موقع هست که به بدن فرمان تولید میده و این به مرور زمان شاید یکی دو هفته اول این افراد مثلا ملاتونین رو استفاده بکنن بعد بگن هیچ اثر خاصی نداشت روی بدن ما، ولی مطمئناً بعد از یکی دو هفته بدن خودش شروع میکنه به ملاتونین سازی. به خاطر اینکه ما این لایف استایل غلطی که داریم که الان شبا حتما باید با گوشی موبایل بخوابیم و خب تا دیر وقت حالا نورای مختلف تلویزیون موبایل اینا میاد و اجازه نمیده که ما اون خواب راحت رو داشته باشیم. ملاتونین نمیتونه دیگه به حالت نرمال در بدن تولید بشه و ما با این کار میتونیم بعد از یکی دو هفته تنظیم کنیم مقدارش رو و دوباره بدن رو به حالت نرمال و طبیعی برگردونیم. خیلی جالب بود، ممنون. خواهش من میکنم. خودم یه سوالی بله. داشتم، چون که خیلی از مراجعینی که برای اضطراب میان تراپی، حالا ممکنه که با قرص اضطرابم از قبل شروع کرده باشن و بخوان ادامه بدن. یه کمی ممکنه راجع به قرصا و داروهایی که برای اضطراب به کار میره توضیح بدین و اینکه آیا اونا هم مثل مسکن عمل میکنن یا حالا هر توضیح دیگه ممنون میشه. بله حتما. ببینین دوره‌ای که کسی اضطراب پیدا میکنه، خب با توجه به اون اتفاقاتی که در بدن میفته یک سری از نوروترانسمیترها یا اتفاقاتی که داره توی بدن ما و توی مغز ما میفته به نوعی کم میشه. حالا ما با داروهای ضد اضطراب میایم اونا رو کنترل میکنیم یا کمک میکنیم به ترمیمش، چون بدن ما همیشه نمیتونه مثلا اپینفرین، کورتیزول یا حالا نورپینفرین اینا رو به مقدار کافی تولید بکنه. به خاطر همین ما توی یه برهه‌هایی بدنمون کم میاره و ما مجبوریم از بیرون کنترلش کنیم. حالا ما داروهای اضطرابی که میخوریم، خب اصولا خط اول درمان برای اضطراب داروهایی هست مثل سرترالین، مثل فلوکستین. اینا بیشتر مثل اینکه میگن صدا خیلی برگشت داده میشه و خوب نیست. نمیتونم دلیلش چیه. آم، برای من که صدای شما خوب میاد، برگشت نداره. آها نمیدونم الان. حالا ادامه میدیم شاید بهتر بشه، چون من چیزی رو تغییر ندادم حتی اگه برگشت صدایی هم داریم. خب بله عرض میکردم خدمتتون. داروهایی که بیشتر برای لاین اول اضطراب هستش داروهاییه که مثل سرترالین، مثل فلوکستین اینا هست که البته تا حد خیلی زیادی به خصوص داروی فلوکستین اینطوریه که شما بعد از یه مدتی بهش عادت میکنین و اونم حتی دارویی میشه که شما احساس میکنین اگر من نخورم ممکنه امروز حال خوبی نداشته باشم و وقتی خوردم عالیم. خب ببینین اینا یه داروهایی هستن که توی بدن سطح سروتونین رو بالا میارن، سطح هورمونای شادی رو در بدن بالا میارن، ولی ما میتونیم در شرایط عادی کاری بکنیم که بدن به حالت نرمال این هورمونا رو تولید بکنه، مثل ورزش کردن. شما وقتی ورزش میکنین مقدار زیادی از هورمون شادی، سروتونین و هورمونایی که حال شما رو خوب میکنه تو بدنتون تولید میشه وقتی کارایی که دوست دارین انجام میدین. به خاطر همین وقتی کسی اضطراب داره یا افسردگی داره میگن بیشتر سعی کنین کارایی انجام بدین که دوست دارین. مثلا اگه نقاشی کردن دوست دارین 1 ساعت در روز رو به اون اختصاص بدین، اگه رقص دوست دارین 1 ساعت به رقصیدن اختصاص بدین، چون اینا باعث میشه اون هورمونای ما بالانس بشه و در حقیقت کار همون داروها رو میکنه، ولی چون مقدارش خیلی کمه به چشم ما نمیاد و مثلا طول میکشه تا این عمل بکنه. کسی که ورزش میکنه بعد از 1 هفته فکر نمیکنه من حال عالی دارم، ولی کسی که روزی 3 تا فلوکستین میخوره احساس میکنه من حال عالی دارم. اگه شما راه سیفتر و بهتر رو میخواین، اون روشایی رو باید انتخاب کنیم که به حالت طبیعی بدن ما تولید میکنه سروتونین، مثل کارهایی که حال ما رو بهتر میکنه. بعضی وقتا شرایط آدم یه جوری هست که اون آدم نمیتونه در حالت نرمال جوری باشه که بتونه ورزشش رو بکنه، کارایی انجام بده که حالش رو خوب میکنه و از نظر منتالی خیلی مناسب نیست وضعیتش.
اون موقع دکترا میان برای یه تایم کوتاهی، حالا روانپزشکا تجویز میکنن، میگن شما این تایم کوتاه این داروی خاص رو مصرف بکنین و تمام. منتها چیزی که من توصیه میکنم به همه اینه که حتما همون تایم کوتاه استفاده بکنین و اونجوری نشه که فکر کنین پس من الان دیگه سرتارالین یا فلوکستین یا دوکسپین یا روسپیرون یا هر چیزی خوردم دیگه باید ادامه بدم و حال من به اون وابسته است. چون اینجوری هیچ وقت اجازه نمیدین که حالتون به حالت طبیعی خوب بشه. ولی همون 1-2 ماه اشکالی نداره، بعضیاش عوارض زیادی داره و در مورد داروی فلوکستین و سرتالین هم باید بگم که 5 هفته طول میکشه تا این اثرشون شروع بشه در بدن و از اون به بعده که تازه داروها اثر خودشون رو نشون میدن و یه مقدار اون هورمونا به حالت طبیعی بدن برمیگردن و بالانس میشن. خیلی هم عالی، مرسی. خواهش میکنم. خب صحبت دیگه ای اگه شما میدونین که احساس میکنین مفید ممکنه باشه، مدیتیشن رو که توضیح بله، دادیم. تمرینای راهکارهای مقابله با اضطراب و نشخوار فکری رو تقریبا توضیح دادیم. ولی چیزی که حالا تو صحبت‌های شما بود که اینکه اون دارو درمانی میتونه کوتاه مدت باشه. من فکر میکنم همراه با اون اگر که اون اضطراب و نشخوار فکری شدیده و در واقع داره روی زندگی اون شخص اثر میذاره، کارهای روزمره رو نمیتونه به خوبی انجام بده یا روی روابطش داره تاثیر میذاره، همراه با اون تراپی و جلسات مشاوره حتما خیلی میتونه کمک کنه. چون در واقع ریشه اون مشکلات از بدن و سیستم اون شخص از ذهنش در میاد و ناخودآگاهش پاک میشه و همراه دقیقا. با اون دارو درمانی خیلی میتونه موثر باشه. بله حتما این مسئله باید رعایت بشه، چون اگه فقط کسی با فقط لاین درمان و دارو خواست بره جلو، هم خیلی فرسایشی روندش، هم حتما بعد از اینکه این داروها رو خواستن قطع بکنن باز دچار اون مسائل میشن. اضطرابی که براشون پیش میاد، خیلی حالت عوارض مختلفی پیدا میکنن وقتی که میخوان اون دارو رو قطع بکنن. چون و یه نکته خیلی مهم من بگم، داروهایی که مخصوص اضطراب و افسردگی هست به هیچ وجه نباید یک دفعه کنار گذاشته بشه. این داروها با دوزی که آروم آروم میره بالا، با همون دوز خیلی آروم آروم باید بیاد پایین، یعنی این دوز باید کم 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 بشه و شما اصلا نمیتونین یه دفعه قطع کنین، چون دچار بیقراری و اضطراب خیلی شدید میشین که شاید مشکلاتتون بیشتر از قبل بشه. درسته. و به خاطر همین حتما با جلسات تراپی باید پیش بره که به قول شما ریشه یابی بشه و مشکل از ریشه حل بشه. حالا در این حال اون هورمون هم کمک کننده باشه که این روند سریع‌تر بشه. دقیقا درسته، مرسی. خواهش میکنم، خیلی لذت بردیم از هم صحبتی باهاتون مرسی، و منم مرسی بابت همینطور. اطلاعات عالیتون. خیلی ممنون، مرسی از شما، خیلی خوشحال خواهش شدم. میکنم، قربان شما، روز روز خوبی خوبی داشته داشته باشید. باشین. مرسی، ممنونم. قربان خدا شما، خدا نگهدار. خدا